السلام علیکم بینندگان گرامی. ما امروز یکی از مفهوم‌ها یا موضوعهای مهم در گیومتری را همراه شما دیده می‌بریم. این موضوعی علامت‌های مانندی‌های سه‌کنجه‌ها است. علامت یکمی مانندی سه‌کنجه‌ها از روی دو کنجی به یک طرف چسبیده دیده برآمده می‌شود. اگر دو کنج یک سه‌کنجه موافقاً به دو کنج سه‌کنجه دیگر برابر باشند، آنگاه این سه‌کنجه ها مانند هستند. لطفاً در اکران خود به سه‌کنجه ABC و A1 B1 C1 نظر کنید. کنج A به کنج A1 و کنج B به کنج B1 برابر است. موافق تعریف از برابری این کنج ها برمی آید که سه‌کنجه ABC به سه‌کنجه A1 B1 C1 مانند است. علامت دومی ماننده سه‌کنجه ها از روی دو طرف و کنج بین آنها است. تعریفش: اگر دو طرف یک سه‌کنجه به دو طرف سه‌کنجه دیگر متناسب بوده، کنج بین این دو طرف به کنج بین دو طرف سه‌کنجه دیگر برابر باشند، آنگاه این سه‌کنجه ها مانند هستند. شما در اکران خود دیده ایستاده اید. طرف AB به طرف A1 B1، طرف AC به طرف A1 C1 متناسب است و این چنین کنج بین آنها که کنج A و کنج A1 هستند به هم برابر هستند. پس سه‌کنجه ABC به سه‌کنجه A1 B1 C1 مانند است. علامت سوم مانندی سه‌کنجه ها از روی سه طرفی متناسب است. اگر سه طرف یک سه‌کنجه موافقاً به سه طرف سه‌کنجه دیگر متناسب باشند، آنگاه این سه‌کنجه ها به هم مانندند. طرف AB به طرف A1 B1 متناسب است چون که نسبت آنها به همان یک K برابر است. K 3 تقسیم 3 برابری K می شود. در اکران شما این را مشاهده نموده ایستاده اید. طرف B3 به طرف B1 C1 متناسب است چون که طرف B3 را A گوییم، طرف B1 C1 همان K ضرب A برابر می شود. طرف AC نیز این چنین. اگر طرف AC مثلا B گوییم و طرف A1 C1 همان یک K ضرب B برابر شود، آنگاه معلوم شد که این دو طرف ها این دو سه‌کنجه به هم متناسب و خود این سه‌کنجه ها به هم مانندند. از علامت های ماننده سه‌کنجه ها به چه خلاصه آمدن ممکن است؟ در دو سه‌کنجه های مانند همه طرف های یک سه‌کنجه به طرف های موافق سه‌کنجه دیگر متناسب بوده، کنجه های موافق آنها به هم برابرند. یعنی AB نسبت به A1 B1، AC نسبت به A1 C1، BC نسبت به B1 C1 همیشه برابر هستند. کنج A برابری کنج A1، کنج B برابری کنج B1 و کنج C برابری کنج C1 می شود. اکنون می پردازیم به حل مسئله از مواد مرکزی ملی تستی. مسافه بین میان جای هیپوتنوز سه‌کنجه راستکنجه تا کاتت ها موافقاً 4.5 سانتی متر و 6 سانتی متر است. پریمتر سه‌کنجه را می‌یابیم. از شما احترامانه خواهش کرده می شود که به تصویر سه‌کنجه در اکران‌های خود لطفاً اهمیت دهید. اگر ما نقطه M را میان جای هیپوتنوز گوییم، آنگاه AM به BM برابر است. ما آن را X گفته اشاره میکنیم و از M تا نقطه E این مسافه بین میان جای هیپوتنوز و کاتت BC است، ME، و آن به 6 سانتی متر برابر است. و از نقطه M تا نقطه D این مسافه بین هیپوتنوز میان جای هیپوتنوز انیقترش تا کاتت AC است. ما آن را MD گفتیم. بگذار آن 4.5 سانتی متر موافق شرط مسئله باشد. همین خیلی. اکنون وقتی که ما مسافه بین نقطه و خط راست میگوییم، این همیشه پرپندیکولر است. این رو ما به خاطر میگیریم. پس MDC اینجا راست کنجه می شود. همین خیلی. پس DC برابر می شود به ME. این هم 6 سانتی متر. شما در اکران دیده ایستاده اید. MD برابر می شود به CE، همچون طرف های مقابل راست کنجه،
و این 4.5 سانتی متر. درست می؟ انا اکنون از سیکنجه MAB معلوم است که BM کوادرات به B1 کوادرات جمعی M1 کوادرات است. این تئرم پیثاگور است. یا که اگر گزارش ما انجام دهیم x کوادرات برابری 6 کوادرات یعنی 36 جمع y کوادرات می شود. اکنون ما اینجا به ماننده سیکنجه های استفاده می بریم. سیکنجه MAB به سیکنجه ABC مانند است. برای چی؟ برای آنکه اگر علامت یکمی ماننده سیکنجه های یاد ببیاریم، اینجا دو کنج سیکنجه MBA به دو کنج سیکنجه ABC برابر می شود. چون که کنج B در هر دو سیکنجه کنج عمومی و کنج های A و کنج C کنج های راست هستند. بلندی گفتیم که مسافه همه خیلی. پس از مانندی سیکنجه ها خلاصه کرده ما میگوییم که BA نسبتش به BM برابر می شود به BC نسبتش به AB. انا اکنون BA رو ما Y گفتیم. Y نسبتش به X برابر می شود به Y جمع 4.5 نسبتش به 2X. از معادله زیرین اگر Y رو یابیم به 4.5 سانتی متر برابر می شود. اکنون از گزارشی در بالا ترتیب داده امون استفاده برده ایستاده X رو می یابیم. X به 7.5 سانتی متر برابر می شده است. اینک طرف AB می یابیم. طرف AB به 2x برابر بود که همین خیلی یعنی که 7.5 ضرب 2 به 15 سانتی متر. طرف BC باشد 4.5 با جمع y که ما نیست 4.5 برآمد همین خیلی 4.5 جمع 4.5 به 9 سانتی متر. طرف AC رو از تئرم پیثاگور یابیم اگر به 12 سانتی متر برابر می شده است. انا اکنون برای یافتن پریمتر سیکنجه شما هر سه طرف جمع میکنید. 15 جمع 9 جمع 12 سانتی متر. این عموما 36 سانتی متر می شده است. جواب پریمتر سیکنجه مذکور به 36 سانتی متر برابر بوده است. به کانال ابونه شدن را فراموش نکنید و تا درس های آینده همیشه ما را پیگیری نمایید.